دوست من لحظه ای تأمل کن. اگر امروز ما آخرین بازدم خود را انجام دهیم و نفسهایمان به پایان برسد، فکر کرده ای که چه از ما بر جای میماند؟ چه با خود به دنیای پس از مرگ زیر خاک در تابوت خواهیم برد؟ آیا امروز اندیشه ای که بسیاری از کارها و افکار بیهوده و حتی کارهای ناراحت کننده ای که نسبت به دیگران انجام داده ایم امروز مانعی برای نداشتن یک زندگی آرام بوده اند؟ شاید امروز صبح به جای غرق شدن در روزمرگی ها بهتر باشد چند دقیقه وقت بگذاریم و بیاندیشیم که چه کاری می توانیم انجام دهیم اگر قرار باشد فردا دیگر نباشیم. برای لحظه‌ای دست از کارهای روزانه برداریم و بیاندیشیم که چگونه می توانیم امروز را به بهترین نحو ممکن سپری کنیم. ای جان جانان، در این دنیای فانی هر لحظه اش چه پرمعنا و گرانبهاست. از صفر تا بی نهایت این سفر با جان به جانان عشق بی پایان است. ای دوست اگر امروز روز آخر ما باشد چه با خود خواهیم برد جز اعمال نیکو و یاد؟ بیفکنیم افکار بیهوده را، به گوشه ای باز یابیم آرامش و ارزش در قلب و جان جانان را.